روزتون بخیر باشه. امروز 1 فروردین ماه 1404 هست. اول از همه سال نو رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم یک سال پر برکت داشته باشید. 21 مارس 2025 ساعت 10:24 بریم سراغ تحلیل بازار کریپتو. اولین تحلیل سال 1404 رو با هم خواهیم داشت. خب قبل از هر چیزی این رو میبینیم که بالاخره خط روند الگوی وجه نزولی شکسته شد، کندل مومنتوم بالاش بسته شد، یه جورایی میشه گفت تثبیت هم داده. مجددا EMA 200 جلوی حرکت رو گرفته و به سمت پایین هدایتش کرده. همچنان هم جا داره که پایین تر بیاد. نکته ای که وجود داره این هست که ما یه مقدار اوردر بلاک، تعدادی اوردر بلاک و نقدینگی رو پشت سرمون جا گذاشتیم و این احتمال رو باید بدیم که بیاد و اوردر بلاک های پایین رو فعال بکنه برامون. اولین اوردر بلاکی که احتمالش هست 81952 و بعد از اون اوردر بلاک 80724 و پایین تر از همه اینا 77521 رو داریم که احتمال اینکه به اینها برسه و بعد دوباره حرکت صعودی داشته باشه برامون وجود داره. پس این احتمال رو بدیم که ممکنه یه مقدار دیگه همچنان پایین بیاد. یعنی اولین مسیری که مد نظر ما باید باشه این هست که یه مقدار دیگه پایین بیاد و ببینیم روی کدوم یکی از این اوردر بلاک هایی که گفتم حرکت برگشتی قیمت رو میبینیم و تاییدیه های برگشت میگیریم. این که از اینجا به سمت بالا حرکت کنه یک احتماله که احتمال نسبتاً ضعیفی هم به حساب میاد، ولی غیر ممکن نیست با توجه به اینکه نقدینگی های این شادو رو زده در تایم فریم پایین تر ما اونجا اوردر بلاک به حساب میاد. این احتمال غیر ممکنی نیست که بگیم از همینجا به سمت بالا حرکت میکنه، اما احتمال بیشتر همون سناریوی اولیه هست که راجبش صحبت کردیم که بیاد پایین و از اوردر بلاک های پایین حرکت صعودی رو شروع بکنه. خب بریم سراغ لیکویدیشن هیت مپ و ببینیم که در لیکویدیشن هیت مپ وضعیت به چه صورته. اوکی، در بازه 24 ساعته ما نقدینگی هایی رو در پایین داریم که خب کم حجماش 82426 هست، 82221، اما روی 82948 نقدینگی سنگینی رو میبینیم و بعد از اون باز دوباره 82129 نقدینگی رو داریم و اما در بالا 84995 85814 و 87043 رو داریم. با توجه به اینکه در بالا نقدینگی ها سنگین تره، این احتمال که اول به سمت پایین حرکت بکنه و بعد به سمت بالا بره برای ما بیشتر هست. همیشه دیدید دیگه تو بازه های کوتاه مدت، تو بازه 24 ساعته قیمت اول به سمت نقدینگی های کم حجم تر جذب میشه، بعد میره سمت نقدینگی های پر حجم تر در اکثر مواقع. البته بازه 1 هفتگی رو بررسی کنیم. در بازه 1 هفتگی 83340 جایی هست که نقدینگی بیشتری رو داریم میبینیم و همینطور 80801 و در بالا هم نقدینگی ها 87682 و 88174 هستند. اینجا هم با توجه به اینکه پایین نقدینگی ها سنگین تر هستند و معمولا تو بازه های بزرگتر نقدینگی به سمت مواردی میره که حجم بیشتری دارن، پس احتمالاً این سناریویی که اول ما نزول داشته باشیم بعد صعود همچنان اینجا وجود داره. و اما بازه 1 ماهه، در بازه 1 ماه ما تغییرات ویژه‌ای رو نمیبینیم جز اینکه نقدینگی های پایین به نسبت قبل کم حجم تر شدن و اینا نشون دهنده این هست که خیلی میل به پایین رفتن شاید دیگه وجود نداشته باشه. به صورت کلی بازار بعد از این حرکتی که انجام داد، بعد از این شکست این ناحیه‌ای که انجام داد، احتمالات صعودی رو برای ما خیلی بیشتر کرده. اینکه به سمت بالا حرکت بکنه خیلی بیشتره. کجا میتونیم تاییدیه داشته باشیم که دیگه روند صعودی شده کاملا؟ تاییدیه ما بعد از بسته شدن کندل بالای 94000 تقریبا 95000 دلار بگیم دیگه، بعد از بسته شدن کندل بالای 95000 دلار. اما فعلا مسیر
به نظر میاد که در روند صعودی هست، فقط اصلاح‌هایی خواهیم داشت. خب بریم سراغ سنتیمنت و اوضاع احوال سنتیمنت که فعلا اوکی. چیزی که داریم میبینیم دوباره برگشتیم زیر 50. قاعدتا زیر 50 بودنش نشانه حرکت صعودی برای ما هست. معمولا وقتی اومده زیر 50 بعدش یه حرکت صعودی داشته. و اما آلت سیزن ایندکس رو با هم بررسی کنیم. عدد 27 رو داره بهمون نشون میده. همین که خیلی بالا نرفت بدون اینکه بیت کوین بخواد حرکت بکنه، این نشانه خوبی برای ما هست. حتی بهتره که یه دور دیگه برگرده پایین تا بیت کوین حرکت اصلیشو انجام بده. پرفورمنس 90 روزه 50 ارز برتر رو با هم دیگه داریم میبینیم. میتونید ارزهایی رو انتخاب بکنید که پرفورمنس منفی داشتن و احتمالاً به زودی حرکات مثبت خوبی ازشون خواهیم دید. ENA، رندر، کرو، اوندو، آواکس، سوی، نیر، همه ارزهایی که خیلی پدر مادر دارن تقریبا تو این ناحیه قرار گرفتن. خب بریم سراغ دامیننس تتر. اوکی، دامیننس تتر هم اتفاقی رو که داره رقم میزنه این هست که اومده به سمت پایین، از ناحیه حمایتی حرکت رو به بالایی رو شروع کرده. خیلی حرکت پرقدرتی نیست اما بالاخره داریم میبینیم دیگه. خب احتمالاً یک دور دیگه ما در دامیننس تتر شاهد حرکت رو به بالا، ایجاد قله‌ای بالاتر از 5.84 شده، حتی در حد شادوی ریز تا 5.93 خواهیم بود که واگرایی برای ما تکمیل بشه. و واگرایی که تکمیل بشه عملاً دیگه ما میدونیم که ریزش دامیننس تتر و صعود کلی بازار اتفاق میفته. پس در دامیننس تتر هم احتمال این که ما یک حرکت صعودی داشته باشیم و بعد نزول در بازه بلندتر بسیار بیشتر دیده میشه و فکر میکنم که باید منتظر همچین موردی باشیم. در واقع تحلیل بیت کوین رو داره تایید میکنه. اینجا هم دامیننس بیت کوین رو بررسی بکنیم. دامیننس بیت کوین بالاخره اومد ناحیه حمایتی پایینتر رو دیده و جا داره که بگیم حتی احتمال داره پایینتر هم باز بیاد. اجازه بدید این رو بررسی بکنیم به این صورت. خب با توجه به اینکه واگرایی رو داریم میبینیم، با توجه به اینکه یه خط روند نزولی در RSI داره، این احتمال رو باید بدیم که دامیننس بیت کوین یک دور دیگه ممکنه تا حوالی 61.05 هم بیاد و بعد حرکت رو به بالا. هرچند که اگر اتفاقی که برای امروز و حالا یکی دو روز آینده پیش بینی کردیم قرار باشه اتفاق بیفته، دامیننس بیت کوین صعود بیشتری رو به خودش خواهد دید و همین باعث میشه که آلت کوین ها نزول بیشتری رو داشته باشن. خب بریم سراغ آلت کوین ها که بالاخره اون هم یک صعودی رو داشته، مثل خود بیت کوین حالا در حال اصلاح هست و فکر میکنم که ما باید منتظر اصلاح بیشتر هم حتی ازش باشیم. تا کجا؟ ممکنه که تا 774.26 و حتی 727.47 هم پایین بیاد. به صورت کلی از دید من این حرکت رو به پایین میتونه آخرین حرکت رو به پایینی باشه که تو این چرخه اخیر میبینیم و احتمالاً دیگه میریم برای صعود. این تحلیل و دیدگاه منه، میتونه که خطا داشته باشه. خوشحال میشم اگر نظرتون رو برای من کامنت بکنید و شما هم دیدگاه و دلایلی که روی چارت میبینید رو بنویسید و اگر ویدیو براتون مفید بوده لایک یادتون نره. امیدوارم که سال جدید رو خیلی پرسود شروع کرده باشید.